این داستان یوسف و زلیخا. حضرت یوسف عزیز دردونه بواش بود و به همین دلیل کاکاش از روح سعادت انداختنش تو چاه، ولی یه کاروانی پیداش کرد و فروختنش به زلیخا و شوهرش. تو قصرشون زلیخا به دوستش گفت یوسفو خیلی خوب چیزیه. دوستش گفت همو اذیت نکن، خدا وکیلی تو شوهر داری. زلیخا گفت حالا شما میوه و پوست بکن. بعد صدا یوسف زد، گفت یوسف یه چند چوی بردار بیار. یوسف بچه بیریا سر به زیر اومد داخل. ای دوستای زلیخا اقر رفتن تو کف، جای سی پرتقالا انگشتاشونو بریدن، همیجو خون فواره میزد، همیجو اینا میبریدن. انگشت اول، انگشت دوم، اینا این واقعیت هستا، روایت داریم. انگشت هشتم، انگشت نهم، زلیخا هم تو کمش قشقش خنده. انگشت دهم، انگشتی یاد. خلاصه یه روز زلیخا یوسف تنگی رو ورد، گفت بیا تو کارو خوب بکنیم. یوسف گفت نه و شوهر دهنمون سرویس میکنه. زلیخا گفت جون به من بگو زلیبی، بی اینجا بینم بامیه. حضرت یوسف اومد فرار بکنه که زلیخا پیرنش کشید جر خورد و همون موقع شوهر زلیخا دیدشون. پس از تشکیل دادگاهی و در فقدان جنبش میتو، زلیخا را از قصر کردن بیرون و آنجا بود که شوهر زلیخا به یوسف گفت دیگه زلیخا هم نیست،